السلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. رئیس شهری پنجکент عبدالخالق خالقزاده با جماعت‌های دهاتی خلیفه حسن و سویچینه سفری کاری انجام داده از جریان کارهای ساختمانی در انشاءات‌های جشنی و کشتی تیرماهی دیده نمود. گزارش‌های مفصل در برنامه‌های من بعد نمایش داده می‌شود. ادامه برنامه عرض و شکایت شهروندان از جانب رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده شنیده برای برطرف سازی آن مسئولین موظف گردیدند. در اساس دستور و سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و وظیفه‌گذاری‌های رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده هر هفته روز شنبه رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده شخصاً عرض و درخواست شهروندان را گوش می‌کند. این نوبت نیز 10 نفر ساکنان شهر و دهات پنجکent امکان پیدا کردند تا از مشکلات خود در نزد رهبریت و مسئولین ابراز اندیشه کرده جهت حل مشکلاتشان از آنها جواب و مصلحت گیرند. از جمله باشندگان اساساً بابت تأمین نمودن با منزل و زمین نزد حولگی، بحث زمین، رعایت قاعده‌های بنیادی بناهای بلند آشانه، مساعدت نمودن برای دریافت جای کاری دائمی، کمک برای طبابت و رساندن یاری مولوی و مانند اینها به رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده مراجعت کردند. پس از شنیدن و پرسیدن سبب و عامل‌های معماهای جای داشته، رهبریت شهر مسئولین را وظیفه‌دار کرد تا آنها جهت حل مسائل مبرم روز شهروندان در اساس قانون‌های عمل کننده تدبیرها اندیشیده در مهلت مقرر نموده قانون جواب گردانند. باید قید نمود که مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکent هر هفته روز شنبه قبول شهروندان را به راه مانده است که آنها می توانند برای حل مشکلات خویش با مسئولین در ارتباط باشند. در شهر بوسونیای پنجکent با اشتراک کارمندان کسب و کار گوناگون و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شنبگی عمومی شهری گذرانده شد. متوجه باشید به گزارش دیگری برنامه. در شهر پنجکent با تشبث یکجایی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و بخش حفظ محیط زیست شنبگی عمومی شهری و معرکه تازگی گذرانیده شد. این چاره‌بینی با اشتراک وسیع کارمندان تمام تشکیلات و اداره ها صورت گرفت. شنبگی عمومی شهری نه تنها به تازه کردن کوچه و خیابان ها روانه شده بلکه اینچنین با مقصد تحکیم فرهنگ مسئولیت اکولوژی و توجه به محیط زیست تشکیل کرده شد. در این چاره‌بینی به خصوص کارمندان بیمارخانه شهری، کارمندان تولدخانه شهر و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی اشتراک نمودند. در نتیجه شنبگی کوچه و خیابان‌ها تازه و آزاده گشتند و در باغ‌ها و موضع‌های معین شده شماره معینی درختان شناخته شد. به شبهه برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها اهمیت بزرگ دارد. توسط شنبگی‌ها و معرکه‌های دیگری نهالشناسی و آبادانی و تازه‌کاری حس مسئولیت شناسی و اراده ساکنان برای بهبودی محیط اطراف تشکل می‌یابد. مهم است که چنین تشبس‌ها ادامه یابند و همه روزه حس مسئولیت شناسی در نگهداری محیط زیست تقویت داده شود. گزارش مرتبه رحمان و طلبشاه تاشف و خیام جرایف. برنامه را ادامه می‌دهیم. درباره پیشگیری بیماری‌های موسمی که با شروع شدن فصل سرما خروج آنها بیشتر می‌شود توجه نمایید به مصاحبه برنامه. بنابر سرزنی فصل سرما بسیار بیماری‌های سرایتی به وجود می‌آیند. از آن جمله بیماری‌های شدید راه‌های نفس و برانخیت بیماری‌های موسمی میباشند. فی جمله در فصل ترما و زمستان باز بیماری‌های ویروس گپسیت هم به عمل آمدهش ممکن بین بوده کنند. برای همین فصل ترما و این فصل از طلبه و مکتب میخوانند باید این بیماری رو سریع وقت پیشگیری کردن. راهی پیشگیری اساسی این فعل اول باید به سرزمین علامت ها باید به دکتر
در حال مراجعت کنند به دکتر نمیشد. با مصلحت دکتر این بیمار رو باید پیشگیری کرد. راههای اساسی بیمار در فصل اکون دوره گذشته میگوییم از تابستان به تیر ماه باید ما آماده باشیم. فرزندان ما اوجی با لباسهای گرم پوشانیم، گرم خورانیم، باید از چیزهای خنک ایمن نگاه دارن. در جای جمعیتی اگر یگان بیمار پیدا شود باید سری وقت از همون بیمار دوری کردن در کار یا که ایزولیت کردن کار بیمار رو در مکتب. اگر مبادا یگان طلب بیمار شود به بیماری گریپ یا که شمال زدگی اگر به عمل آید باید به مکتب اجازه ندهیم، در خانه دکتر رو دعوت کنیم، توبات کنیم که دیگر زود کلکتیو بیمار نشود. راه اساسی پیشگیری اساساً با قاعده بهداشتی رعایت کردن کار. از آن جمله تازگی گرد اطراف، بعد شستنی دست‌ها باید رعایت کنند، بعد غذاخوری باید همه چاره‌های پیش از غذا تیار کنیم، بعد از غذا تیار کنیم، همه چاره‌های تازگی بهداشتی رعایت کرده شود. و بیماری مفصلی تیر ماه زمستان بیماری زکام داخل می شود. نشانه اولی بیماری بدن شدن حرارت بدن، آبروی از بینی، عطسه زنی، سلفه زنی، بی‌حالی، بیمداری، کم اشتهایی. اگر همین علامت ها پیدا شد باید بیمار یا پدر مادر به دکتر مراجعه نمایند. به مصلحت دکتر باید به خود تبابت کنی، مشغول نشوند. این بیماری سری وقت اگر دریافت شود سری وقت توبت کرده می شود که به آرزوها آوردن رساند. بیماری زکام اگر به خود توبت کنی مشغول شوید این آرزوهای بسیار وزمین دارد. فی جمله از آن جمله التهاب شش دادنش ممکن، مینینگیت دادنش ممکن، التهاب مایع سر، التهاب اتید، سینوسیت. این به همین بیماری های مزمن گرفتار شدنش ممکن. برای پیشگیری همین حادثات باید فوراً به دکتر سری وقت مراجعت کردن کو، با مصلحت دکتر همین بیماری رو توبت کردن کو که آرزه نشه و وزنش را فوت به عمل میاد. بازی نوبتی دسته فوتبالی سرازمی شهری پنجکن در میدان خود با دسته سامون با حساب مساوی انجام یافت. سنه 19 اکتبر سال روان در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکند بازی فوتبال بین دسته های سرازمی شهر پنجکند و سامان ناحیه دنغره برگزار گردید. این بازی با حضور مخلصان سرشمار و محیط پرجوش و خروش صورت گرفت. هر دو دسته از اول با روحیه بلند و نیت پیروزی به میدان برآمدند. در قسم اول بازی بازیگر فعال و با استعداد گریز اسلانوف از دسته سرازم با ضربه زیبا توپ را به دروازه رقیب وارد نموده حساب بازی را 1-0 به نفع دسته خود گشود. در دقیقه های آخری قسم دوم دسته سامان توانست گل جوابی زند و بازی با حساب 1-1 مساوی انجام یافت. باید گفت که دسته سرازم بازی نوبتی خود را سنه 24 اکتبر در مهمانی دسته وحدت شهر وحدت برگزار خواهد نمود. گزارش نبیزاده شبنم و طلبشاه تاشه. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.